آخه این چه سیستمی دوستان عزیز؟ سلام عزیزم. مونس هشماش نریختاره داریم بینی با این سیستیده هیچ مونس رو باسیانه چیکار داری میکنی؟ آرمیتا میگه خیلی عجیب بودی، یعنی برای اینه که تو سکوت دارم برای قابه. سلام عزیزم. این چی آوردی؟ شاید چیز مهمی برم بالا. الان 5 تا اسکوارد شما باور کن. ای بابا من بابا امیر ایزی چرا اینقدر بچ کنه؟ ایزی حسننت تسکت بی پدر مادر. آره برو تو. Bro, thanks for your friend. Thanks for your friend. He was the last one, you know, I need to kill, you know what I mean. جی بابا ریکورد چه دیگه؟ البته مهم نیست، استریم بودم. چی بود؟ آلت شیف F10. الان آنه. اومدی من با کرد منو زد ناموس توی آجی خیلی بد زد. علمتش چی بود؟ امیر من این رو دارم. فلششو رامبو بقول آقایون شبتون بخیر. شدم خیلی خوب. زدمش. امیر میترسم تو رو بزنم یه وقت. زدمش. خدمتم. پیکاپ مسافرم. یه بالا دادا. آقا چجوری من باید سوار ماشین شم؟ من تا حالا آدم نبودم. یعنی چی آدم نبودم؟ دهن سرویس. آقای من یه گربه بیش نبودم. پیشی هستی؟ با مشی؟ میاو. یه دقیقه پرشی های پلاک 68 منو کش. یه دقیقه وایسه. جلسه هستم اسخایی میکنم. بفرمایید. بله بفرما. الو بسی؟ بله بفرما جانم. ماشین دوباره من ببرمت اینجا نشان بدم سیتی اسکن بگیرم مغزتو تو رو درستت کنم. من گشتم غذا خوش میکنم. بیا بهت بدم. غذا ندارم. بشین تو ماشین بریم سریع پیدا کنیم. بشین من خودم هم دارم روزه دارم.
نزدیک چی اذانه. میخوری تو؟ من معمولا من اشکه نمیخورم با دیره. پیاز. تا حالا از این چیزا خوردی؟ این رویالا غذای رویال کرم. آره. نه رویال خوش نه من رویال هیربار انقدر خوشمزه است. رفته بودم یه روز بالا شهر، چی میگه یه این؟ خانومی اومد جلوم غذا خشک رویال دی. سلاشکال میخوای یادم نگه نرفت. دارم و تو سلاشکال غذا بخوری؟ غذا سالمتر نداریم ناصر؟ چرا؟ وایسا من همینجا. میخوام مثل بیشتر میخوای؟ ناصر چقدر خوشمزه است. ادویه ضرر نداره برام؟ چرا؟ اله آره اله من زنگ داده بودی مسافر بهم خورده. دکتر سراغ نداری؟ دکتر چی؟ دکتر خوب. بیمارستان دکتر روانشناس میخوام. داره اه دیوونه است تقریبا. ببرش یکی میگه من گربم. گوش میدی؟ خدا شاهده سرگ نباشه اون یارو فلاکسپور شهردار بهش زنگ زد گفت بیاد تاکسی میخوان. گربه حالا خورده به پست ما. الان تو ماشینته پیش منه. بابا آدم یک کیرکلفت سیبیل. سب کن من برم روی دیسکورد. به خدا که نه شرمندم کردی. بیا یکم اینو نگاه کنی. نورا خوش اومده. حاجی با ای آی اینو درست کردی؟ نه نیومده. واتساپ اینا نداری؟ تلگرام چیزی نداری اونجا بفرستی؟ قلندری رو بغل کرده. قلندری بابا این چرا نمیشه؟ وبکامو بده پایین چرا اونو میدی؟ وای چشم رو میفته که تو زندگی مرسی بچه. ببینید یه 85 کپی ای هست. انیمرخ داریش؟ ببین خداییش از این کسکش بیشتره. کیرم دهنه. من اگه سر پستونام شرکت نکردم از سگ کمترم. کیر به قبرت بره. جنده. ببخشید بچه‌ها رو شهر کردی. بپرسم وای شهبانی از سایت میافتم. ببین اگه یه روز ما ازدواج کنیم داستان‌های شهبانی. ببین کمک که میتونیم بکنیم. ما افتادیم پایین شما ما رو بردار. فدایتون آقا همه بیاید بالای ردلند. گاراژ کسی نباشه. بیا بالا ردلند. کجای بالا چیز؟ بیاید گاراژ بالا. الان میبرم. آی یا ابوالفضل. اوکی نگران نباش قربونت برم. اوف ببین چه جوری میره بالا. دکتر رو گفت جاش عوض بکنی. خدا ببینش داره میره بالا. نگاه کن یا حضرت عباس یا بابا الهوای. چقدر تمیزه این خانم. اینقدر تمیزه میره بالا. ما اومدیم بگیم آقا یاشا گو نخور. این پیتزاه، این نوتلاه و ما پیتزا میخوریم با نوتلا. آغوش تو به غیر من
به روی هیچکی وا نکن منو از این دلخوشی‌ها آرامشم جدا نکن من برای با تو بودن پر عشق و خواهشم فقط به من بوسه بزن به روح و جسم و تن من آغوش ماشاءالله. توی که بیکار نشستی جام چی بلدی؟ الو مکلارن دوستو سب مثلا بذار این بلاکه ما هم بدیم اگه نشد بعد دیگه بریم مثلا پیتو جام کنیم چه گرفتم برو وایسا دارم میرم نفس عمیق منهدم شد بچه منهدم شد ما از اون خیابونه نپاچه از اون خیابونه اومدیم بیرون یارو اومد همون سرش واسطاده بود آماده بود واسش دیگه خب رسیدی؟ کی؟ دارم پوزیشن اوکی میکنم لوکیشنشو به خودی بگو منهدم شد الان خودم یه جوری میارم. منهدمش میکنم به خدا قسم الان یه جوری منهدمش میکنم این کاری که با من کرد اوکیه خوزی ببین بیا چی کار سمت میکنم هتل، باش به سمت پایین میخوایم ببین چه اشکی ازش در بیارم آقای منهدمو اجازه من بده جلو موتر وایسا چرا فکرش نمیگم تو لس سانتوس بله این بیام تو پارت استخر 4 شنم. تازه این استخره فعلا که هستیم اینجا بالا نرید فقط خواهش میکنم خطر داره خطر تست کن این دارو به خاطر این ای خدایا من